جان تا در دلی پاکت دلی من آشیان ماند. بیمان در چشمهای تو جوانیم جوان ماند. تو با آن حسن عالمگیر از عالم چی میخواهی؟ بیمان در شعر من از درد عشقی تو نشان ماند. تو را میخواهم ای مهتاب در شبهای مهتابی تو را چون خواب میخواهم در این شبهای بیخوابی نمی آیی نمی جویی ولی بعدی هزاران سال مرا چون استخوانی رودکی از خاک میکابی. نمی آیی نمی جویی ولی بعدی هزاران سال مرا چون استخوانی رودکی از خاک میکابی. مرگ نابهنگامی صنعتکاری اصیل همکار و همکس شاگرد عزیزم آوازخوان خوش سلیقه انسامبل شش مقام خانان نوری خوجند علاجه فرهنگ جمهوری تاجیکستان میرسلیم اشورف تلفات کلام برای صنعت تاجیک است. میرسلیم اشورف واقعا هنرمند خداداد بود، استعداد ناتکرار داشت. با آواز زیبا و مخملینش و سرود و ترانه های ناتکرارش بین همکسبان و شاگردان و دوستان و مخلصان آبروی و احترام بلند را صاحب گشته بود. در برابر این همچون فرزندی دلسوز برای پدر و مادرش خدمت‌های شایسته نموده. نسبت خواهر و برادران و همسر و فرزندان خیلی مهربان بود. کسبش را خیلی دوست می داشت و نسبت اهل صنعت و هنر و عالمان و شاعران با احترام بلند مناسبت می کرد. کوشش می نمود و هر کس دستی مدد دراز کند. میرسلیم اشورف انسان خاکسار، راستگو و راست قول و پاک وجدان و انسان دوست بود. او واقعا دل بزرگ انسان دوستانه داشت. خصلت انسان دوستی او نمونه عبرت برای دیگران است. در همه حالتها کوشش میکرد که دل انسانها را به دست آورد و کسی را آزار ندهد. در دوام زندگی خود میرسلیم اشورف از امتحانهای جدی حیات و روزهای مدهش و سنگینی به سرش آمده با سربلندی گذشته، حتی توانست بعد تنفس 7 ساله بیماری ماه ایون سال 2023 یعنی سال گذشته برنامه عالی جناب کنسرتی را پیشکشی مخلصان گرداند. میرسلیم اشورف در همه برنامه‌های کنسرتی و شب‌های ایجادیش پیوسته کوشش میکرد تا که سرودهای نو و نو ایجاد کند و طول فعالیت هنریش زیاده از 100 سرود و ترانه ها را ایجاد نموده. رسیدن به قدر وطن و ملت، پدر و مادر، عشق و محبت و انسانیگری را ترنم نموده است.
و هیئت هنرمندان مؤسسه دولتی انسامبل شش مقام سرایان نور خوجند در چندین شهر و ناحیه‌های تاجیکستان سفرهای هنری نموده، در تشکیل و گذراندن چندین سلسله کنسرت‌های انسامبل و برنامه‌های علاهده کنسرتی در تشکل صنعت معاصر و کلاسیکی تاجیک سهم نظررس دارد. با زندگی عبرت بخش و فعالیت پرمحصول ایجادی، فرزندان نیک سرشت و هنرمند و شاگردانش نام او و جاویدانه ها ثبت گردیده، با سرود و ترانه هایش و آواز ناتکرارش در دل و دیده ها ابداً باقی میماند. و اهل عائله و خویش و پیوندان شاگرد و همکسب عزیزم میرسلیم اشورف، از نام خودم، از نام هنرمندان انسامبل شش مقام خانان نور خوجند همدردی عمیق اظهار میکنم و برایشان از درگاه خداوند بزرگ صبر جمیل خواهانم. یادش بخیر و منزل آخرتش آباد باد. هنرمند خلقی جمهوری اتحاد شوروی استاد جوربک مرادوف. یادگار از خویشتن بگذار، زندگانی برای مردن نیست. انسان به دنیا می آید، باز روز و ساعت می رسد که این دنیا را پدرود می گوید. زندگی از روزی که انسان در بطن مادر تولد می شود معین می شود. انسان نمیداند که برای چی به دنیا آمده است. کودکی که نو تولد می شود از جهان بیخبر است. پدر و مادر هم نگاه می کنند و می گویند که با ما پروردگار فرزند عطا فرمود، لیکن آینده اون فرزند چی می شود هیچ کس نمیداند. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأی ارض تموت. هیچ کس نمیداند که فردا چی کار میکند. ما امروز در اینجا ایستاده ایم، فردا چی میشود ما نمیدانیم. و ما تدری نفس بأی ارض تموت. هیچ کس نمیداند که کی وفات میکند. لیکن عمر انسان با عمل وی برکشیده میشود. انسان بزرگ، استاد صنعت، استاد میرسلیم اشورف، اگرچه قریب 60 سال عمر دیده باشند، در دوام این 60 سال برای خلق و ملت خدمت‌های زیاد کردند. این تقدیرات الهی است. ابو علی ابن سینا هم 57 سال عمر دیدند، لیکن هزاران سال منه نامشان باقی است، باز دوام میکنند و اون علم و معرفتی که برای ملت و خلق باقی گذاشتند. هر یک انسان باید و خود سوال دهد که وقتی که من میروم مردم در حق من چی میگویند. اینو در حق عمر سلیم همه قدر سخنهای نیک گفته استاده‌اند. این همان نتیجه خدمت‌هایی که برای ملت و خلق کردند، آواز خدا داشتند. غیر از آن این کس یک انسانی کامل، انسانی صاحب اخلاق نیکو بودند و همه برابر یک معامله برادرانه، یک مناسبتی که از دیگرها فرق می‌کرد. خیلی قضا و قدر بود است، تقدیرات الهی بود است. کمتر بیمار شدند. در همین بیمارشان تمام مردم در خانواده ها، در مسجد، در دیگر جایها، در اطرافشان دعا کردن. روزی گذشته من آمدگی بودم، خیر دیدار آخرین بود است، خیر و خوش کردیم. امروز باشد من و خانه آخرت میرم. این در نزد ما انسان وفات میکند، در نزد پروردگار از این خانه به خانه دیگر میگذرد. همه میروند. برای این فرزند اهل عائله‌شان باید صبر کنند و قضای پروردگار راضی بودن وظیفه بنده مؤمن است. ما بنده مؤمن هستیم، ما از خدا میدانیم انا لله و انا الیه راجعون میگوییم. ما بنده خدا هستیم، باز به خدا برمیگردیم. من دعا میکنم که استاد
آن عملهایی در قید حیات کردن و نصیب خبرشان گرداند، فرزند اهل و عائله‌شان و یار و دوستان و که از دور و نزدیک آمده‌اند، از پنجکین و از دیگر شهر و ناحیه‌ها آمده‌اند، خدمهاشان و حسنات آخرتشان آباد باشد. ملت تاجیک از استاد رودکی تا به امروز سخنوران بزرگ، هنروران بی همتا را تربیت کرده است و از استاد رودکی تا به استاد لایق که شعرهایشان را مرسلین در بال آهنگ‌های خویش پرواز می‌داد، روحشان اینجا پرواز می‌کند. ما بارها شنیده‌ایم که به وجود انسان جان و روح توسط ناله نای وارد شده است. خداوند سخن و هنر را که اعجاز خداوندی است به انسان هدیه کرده است تا از تمام مخلوقات روی عالم فرق داشته باشد. در این لحظه های پرسوز و گداز و پر از غم و اندوه از نام ریاست فرهنگ ولایت کل فرهنگیان ولایت شهردیار صلح و اهل عائله استاد میر محمد سلیم اشورov و نزدیکان و پیوندانشان از درگاه پروردگار از نام کل فرهنگیان ولایت صبر جمیل و ایثار تسلیت خواهانیم. الوداع 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 استاد عزیز. هرچی دادی شکر ای قدامت ها، ور ندادی شکر وی خانه سخا، دادت را گر بگیری باز شکر، چون به فرجام آوری آغاز شکر. از نام خانواده، از نام اهل بیت به یکایی که شما تشکر بیان میکنم، اظهار منتداری بیان میکنم. قدم‌های هر یک تان دور دیده ما، دیدار در قیامت دادار شد. روزی که غیری انتظار آیم به یادت یاد باد، از روزگار یادگار آیم به یادت یاد باد. روز دلت گم میزند، در خود تلاطم میزند، یک رودی مستی کوهسار آیم به یادت یاد باد. یک رودی مستی کوهسار آیم به یادت یاد باد. روزی که چشمی دل برد، در یاد چشمی می پرد، مخموری چشمانی خمار آیم به یادت یاد باد. روزی که لب‌های ترد از تشنگی پی می برد، یک بوسه بیتی آبدار آیم به یادت یاد باد. یک بوسه بیتی آبدار آیم به یادت یاد باد. روزی که در صحنه
انجمن با نمی ابری بهار آیم به یادت یاد باد روزی میانی انجمن تنها شوی با خویشتن صد انجمن اندر کنار آیم به یادت یاد باد روزی که بی من بهریش سرسان شوی در بهریش یک آذرخشی عشق یار آیم به یادت یاد باد یک آذرخشی عشق یار آیم به یادت یاد باد روزی که غیر انتظار آیم به یادت یاد